رئیست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان شهروند شهر خاروغ که از سال 2016 باز با جرم جنایت صادرکنی در کافتوکاوی رسمی قرار داشت دستگیر کرده شد. پنهشوی مواد مخدر در میان جامعه در برابر تروریسم و اکستریمیسم خطر جدی به جامعه داشته. امروزها هزاران نفر جوانان نورسان بنابر استعمال نمودن مواد مخدر از این وبای اثر به هلاکت میرسند. جمهوری تاجیکستان در خط پیش مبارزه با پنهشوی واسطه‌های نشدار قرار داشته. مقامات حفظ حقوق دولتی برای پیشگیری این ظهورات نامطلوب چاره‌های تأخیرناپذیر میاندیشند. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی سنه 28 یولی سال جاری از جانب رئیست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان یک نفر هدف که با جرم معاملات غیر قانونی مواد مخدر در جستجو قرار داشت، عادلوف اکبر مرودبکوویچ، سنه تولدش 1983، زاده شهر خاروغ، ملتش تاجیک، معلوماتش عالی مجرد دستگیر گردید. نامبرده با سپارش گروه‌های متشکل جنایت پیشه فراملی در حدود شهر خاروغ ولایت مختار کوهستانی بدخشان به دسترس و فروش مواد پسیخوتراپی و نشاور مشغول میباشد. در حقیقت ماه دکامبر سال 2015 من دائما بس خونه قرقیزستان بچه امکیم زنگ میزند امی خیلی جوی طرف بلنیچین تای سنگ مواد مخدر میگیری میبری طرف اعتریاد یک جوبرد میپرتوی. من همون مواد مخدر گرفتم 5 کیلو بردم پرتوفتم همون جوبرده. خوشبخت زنگ زدم گفتم همون چی بوده، همون مواد همون جوده پرتوفتیم. اکنون که دستگیر شدم با گناه خودم اقرار میشوم که با چنین جنایت دست زدم. باید تاکید داشت که نسبت عادلوف اکبر مرودبکوویچ سنه 17 دکامبر سال 2015 با ماده 200 قسم 3 بندهای وگ کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایی آغاز گردیدن نام برده از سنه 17 فوریه سال 2016 در کافتوکاوی رسمی قرار داشت. از کار کردگی خود پشیمان با دیگران میگم که همین خیلی کود دست نزنند. هر یک عمل زشتی که در جامعه صادر میگردد به جزا نمانده، جنایتکار در نزد قانون دیر یا زود حتما جواب میگوید. بینندگان گرامی اکنون توجه نمایید به مضمون یک اعلان.